محترم نمایندگان وسایط اخباری عامه، دوستان گرامی، خانم ها و جنابان، پیش از همه بار دیگر پرزیدنت محترم جناب اقنعگین خورلسو و هیئت بلندپایه مغولستان دوست را در تاجیکستان خیر مقدم میگویم. تاجیکستان و مغولستان در دوره بعد از برقراری مناسبت‌های دیپلماتی یعنی سال 1992 در جستجوی دائمی راه‌های رشد میانبردی رابطه‌هایشان قرار داشت. سفر دولتی پرزیدنت محترم مغولستان را ما همچون ادامه منطقی این روند می‌دانیم. در برابر این گفت و شنودهای کنونی تاجیکستان و مغولستان از عزم قوی جانب‌ها برای گسترش میانبردی روابط دوستی و همکاری‌های سودمند در زمینه صفتا نو درک می‌دهد. تماس‌های تاجیکستان و مغولستان و مکالمه سیاسی در تمام سطح‌ها از خصوصیت سازنده برخوردارند. آنها به تغییر و تحکیم همکاری‌ها هم در سطح دو جانبه و هم بسیار جانبه نگرانیده شدند. امروز ما حالت و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه را به طور مفصل بررسی نمودیم و در رابطه با مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل افکار انجام دادیم. در فرجام مذاکرات ما بسته نوی سندهای دو جانبه را به امضا رسانیدیم که با تقویت بیشتر زمینه حقوقی رشد رابطه‌های بین دولتی در ساحه‌های مورد منفعت طرفین نگرانیده شدند. ضمن صحبت‌های خاصه و با اشتراک هیئت‌ها ما اهمیت تحکیم مکالمه سیاسی سطح عالی و بلند را تاکید کردیم. اظهار امید نمودیم که نتیجه سفر کنونی پرزیدنت محترم مغولستان با پیشبرد سازنده رابطه‌های دو کشور مساعدت خواهند کرد. ما از موجودیت امکانیت‌های کافی برای رشد تمام مجموعه مناسبت‌های تاجیکستان و مغولستان یادآور شد. ما اهمیت تکان تازه بخشیدن به تمایل جاری افزایش بیمیلان آنها توجه خاصه ظاهر نمودیم. همزمان ما از ضرورت مشخص نمودن راه‌ها و وسیله‌های بیشتر مناسب برای افزایش همکاری‌های عملی در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر سمت‌های مورد توجه طرفین جانبداری نمودیم. توسعه بیشتر تماس‌های بین پارلمانی و تحکیم نقش دیپلماتیای پارلمانی در مناسبت‌های ما با مقصد موافق دانسته شد. توجه اساسی ضمن مذاکرات به همکاری‌های اقتصادی روانه گردیده بود. طرف‌ها هوسمندی خود را برای فعال گردانیدن کار کمیسیای بین حکومتی باید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی اظهار داشتند. جانب تاجیکستان به این باور است که فعالیت استواری آن می‌تواند با تطبیق تدبیرهای عملی جهت رشد جنبه تجارتی و اقتصادی و دیگر سمت‌های رابطه‌های بین دولتی ما مساعدت نماید. به موافقه رسیدیم که برای توسعه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با استفاده از افضلیت‌های رقابت‌پذیر اقتصادی جانب‌ها چاره‌های ضروری می‌اندیشیم. ما عاید به امکانیت‌های خوبی کشورهایمان جهت تطبیق مشترک طرح‌های سرمایه‌گذاری هم نظر بودیم. تهیه و قبول برنامه همکاری‌های دو جانبه در ساحه‌های تجارت و اقتصاد همچنین راهکار ساحوی عمل‌های مشترک برای سال‌های نزدیک به مقصد موافق دانسته شد. در این زمینه
جانب تاجیکستان پیشنهاد نمود تا امکانیت تأسیس کارخانه‌های مشترک استحصالی در اساس اشیاء خام محلی در ساحه‌های آینده‌دار اقتصادی دو کشور با بررسی گرفته شد. این ساحه از جمله صنعت کارکرد، بخصوص صنعت سبک و خوراکواری، اینچنین کشاورزی، خصوصا چارواداری را در بر میگیرند. جهت اندیشیدن تدبیرهای مشترک باید به تشکل شرایط مساعد برای دایره‌های صاحبکاری و دستگیری تشبس‌های قابل توجه آنها موافقه حاصل گردید. ما از همایش اولین صاحبکاران تاجیکستان و مغولستان که امروز در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد استقبال می‌کنیم. بر این نظریم که برگزاری منتظم چنین چهاربینی‌ها با توسعه تماس‌ها و برقرار کردن رابطه‌های مستقیم کاری میان دایره‌های صاحبکاری دو کشور مساعدت خواهد کرد. ضمن واقعه‌های امروزه همزمان ضرورت رشد همکاری‌ها در سطح منطقه‌های دو کشور و ساحه‌های سیاحی تاکید گردید. ما به گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های فرهنگی و گومانیتاری توجه ضروری ظاهر نمودیم. از فعال گردانیدن مبادله‌ها در جاده فرهنگ، علم و معارف، جوانان و ورزش جانبداری کردیم. برگزاری روزهای فرهنگ مغولستان را در دایره سفر دولتی جناب پرزیدنت همچون قدم مهم در این سمت می‌دانیم. مسائل وابسته به امنیت از جمله موضوعهای مذاکرات بودند. مسائل مقاومت مؤثر به تهدید و خطرهای گلوبالی و منطقوی در مرکز توجه قرار داشت. ما به ضرورت به هم آوردن سعی و تلاش‌ها جهت کاهش دادن تأثیر عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و محیط زیست تاکید کرد. همزمان با این مسئله پیشبرد روزنامه سبز و تطبیق هدف‌های رشد استوار مورد نظر دو جانب قرار داشت. وابسته به این همکاری‌های سازنده مشترک و دستگیری همدیگری تاجیکستان و مغولستان باید به مسائل مبرم روزنامه جهانی و منطقوی در زمینه نیازهای بسیار جانبه مورد تذکر قرار گرفت. ما از ادامه تجربه نیکی شریکی دو کشور در عرصه بین المللی بخصوص در دایره سازمان ملل و مؤسسه‌های مخصوص آن همچنین دیگر ساختارهای همکاری بسیار جانبداری کرد. موافقه‌هایی که در دوره این سفر به دست آمدند به طور عموم سمت‌های اساسی مناسبت‌های کشورهای ما و دورنمای رشد با ثمر آنها را مشخص می‌سازد. نتیجه های گفت و شنیدهای امروزه امکان می‌دهند که ما بر رشد مناسبت‌ها میان دو کشور با نظر نیک و امیدبخش نگریم.